دوستان سلام و عرض ادب و احترام در خدمت شما هستم با یک دیگه از سری آموزش‌های ساخت VPN اختصاصی و سرور رایگان، کاملا رایگان برای خودتون و دوستان و اعضای خانواده‌تون. خب بدون مقدمه و معطلی بریم سراغ اصل مطلب. کافی که وارد سایت freebeans.com بشید و همونطور که می‌بینید این سایت نیازی به فیلتر شکن نداره برای متصل شدن بهش. دوستان اسکرول می‌کنید و میایید پایین، اینجا می‌بینید که پروتکل ها رو بهتون نشون داده. پیشنهاد من بهتون ویلس وب سوکت هست، رو می‌تونید هر کدوم دیگه رو هم امتحان بکنید. خب بعد از اینکه انتخاب کردید پروتکلتون رو، نوبت میرسه که سرور کشور مد نظر خودتون رو انتخاب بکنید. اینجا همونطور که می‌بینید سرورهای مختلفی وجود داره، فقط همونطور که ملاحظه می‌کنید باید از سروری استفاده بکنید که اینجا قرمز نباشه، یعنی آفلاین نباشه و سبز باشه. من حالا همین اولی آمریکا رو انتخاب می‌کنم. اینجا پایین تبلیغاتیش رو کلوز بکنید. وارد صفحه بعدی که شدید یک یوزرنیم برای خودتون انتخاب بکنید. من طبق عادت یه چیزی برای خودم میذارم و کپچارم حل می‌کنم. به سوالات کپچا با دقت جواب بدید. از ما می‌خواد که اون چیزی که حیوان نیست در تصویر رو